قهوه تخصصی نشیدم، ولی مثلا جایی که رفتم گفتن آقا این قهوه مثلا مال اوگاندا، این مال برزیل، این مال کنیا و هر کدوم از لاینایی که بخوایم براتون میزنیم. میانگین روزی 3 تا یا 4 تا. من لته بیشتر میخورم، یعنی چون دستگاهشو دارم تو خونه لته میخورم. بیرون متفاوته، بعضی موقع امریکانو، بعضی موقع دمی، لته. باید ببینی فازش چیه. بفرمایید. مرسی. ولی این بود ترشیش مشخصه خدایش. هم ترشه هم یه ذره شیرینه، ولی شیرینی خوبی داره. این قهوه تره، بوی تلخ میده. اینم عربیکا؟ نه این یه مقدار تلخ تره نسبت به این. تا میخوری شیرینیش خیلی واضحه، ولی این نه، خیلی تلخه. ترشی اینو دوست دارم 100%. قهوه های بیرون خیلی شبیه به اینه، یعنی اونا هم به نسبت خیلی کم بوده که طعم شیرین و طعمای متفاوت داشته باشه، ولی این نه، این خیلی یونیک تر بود. اینو من تا حالا جای نخوردم واقعا. خب میشه یه بار دیگه هم بخورم، چون شیرینی واضحی داره، یعنی اولش تا میخوری اون طعم شیرینی اولش خیلی خوبه، یعنی طعم شیرینیش خیلی مشخصه. یه مقدار رفته رفته به ترشی اون عربیکا بودنش میرسه، ولی طعم غالب شیرینیشه.